تکنیک بعدی تکنیک ضربه‌ای هستش که اولین تکنیک از گروه ضربه‌ای ها ضربه‌ای با سینه مشت هست. به چه صورت باید انجام بشه؟ حالت جنگجو کنار کلاینتم میستم، زانو کامل خم هستش. تکنیک به این صورت هستش که از سینه مشتم باید استفاده کنم برای اعمال فشار. به این صورت میتونم با یه مشت هم این حرکت رو انجام بدم. از گروه ضربه ها ضربه با مشت رو میخوایم تکنیک رو انجام بدیم. حالت جنگجو کنار کلاینتم ایستادم، دستم رو مشت میکنم، از این ناحیه استفاده میکنم برای اعمال فشار. به این صورت تکنیک بعدی ضربه ها ریز ریز کردن هست که از این ناحیه استفاده میکنم برای اعمال فشار از کنار انگشت کوچیکم. حالت جنگجو ایستادم، حرکت به این صورت است. تکنیک بعدی ضربه ها تکنیک شلاقی هست که تکنیک باید به این صورت انجام بشه. میتونم با یه دست انجام بدم، میتونم با دو دست انجام بدم که از این ناحیه استفاده میشه برای اعمال فشار. تکنیک بعدی ضربه ها تکنیک نوک انگشتان هستش که به این صورت انجام میشه. از نوک انگشتان استفاده میکنیم برای اعمال فشار. روی تنه خیلی استفاده نمیشه چون اونقدر قدرت نداره، بیشتر برای نواحی ضعیفتر روی دست، روی پا و روی صورت استفاده میشه. از گروه ضربه ها تکنیک ضربه جنباندن رو میخوایم بگیم که هدف از جنباندن لرزش اون عضله یا عضو هستش. به چه صورت انجام میدم؟ به این صورت شروع میکنم به لرزوندن اون عضو. از گروه جنباندن ها ما دو تا تکنیک داریم. یکی ضربه جنباندن بود که من الان خدمتتون عرض کردم و یکی دیگه جنباندن لرزشی نقطه‌ای و جنباندن لرزشی تکان دادن هست که اولی رو که میخوام خدمتتون توضیح بدم جنباندن لرزشی نقطه‌ای هست. به چه صورت باید انجام بشه؟ دستم رو توی این حالت انگشت سبابم رو میارم بالا، از این ناحیه بند دوم انگشتم استفاده میکنم برای اعمال فشار. چطوری؟ با این دست که کار ندارم میذارم روی بدن کلاینتم، از این نقطه استفاده میکنم برای نقاطی که اسپاسم هست، برای نقاطی که تریگر پوینت هست، از این تکنیک استفاده میکنم برای ریلیز عضله. از گروه ضربه‌ای ها تکنیک جنباندن لرزشی تکان دادن رو میخوایم اجرا کنیم که هم روی دست انجام میشه هم روی پا که به این صورت هست. دست کلاینتم رو گرفتم، حالتی که میخوام بهش دست بدم، دست دیگم زیر مچش هست. به کلاینتم میگم دستش رو کاملا شل کنه. شروع میکنم به لرزوندن و تکون دادن دستش. زاویه‌ای که باید حرکتش بدم 90 درجه هست و همین حرکت رو روی پاش هم میتونیم انجام بدیم. از ناحیه مچ میگیرم پاش رو و شروع میکنم 45 درجه حرکت دادن. هم میتونم به سمت پهلو ببرم پاش رو، هم میتونم به سمت بالا و پایین بیارم.